میونه تو چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده. سلام، من مونا هستم. اینجا نوروفکته و شما شنونده اپیزود دوم با موضوع تجربه سوگ در مغز هستید. سوگ یعنی واکنش طبیعی ما به فقدان. وقتی کسی یا چیزی که برای ما ارزشمند بوده دیگه کنارمون نیست، احساس غم، دلتنگی و حتی خشم سراغمون میاد. این واکنش بخشی از انسان بودنه. اما از نگاه علمی سوگ فقط یک احساس نیست. یک فرایند روانی و زیستیه. مغز و بدن ما تلاش میکنن با تغییر بزرگ کنار بیان. برای همین هم احساسات شدید، تغییر در خواب و تمرکز و مرور خاطرات اتفاق میفته. و باید بدونیم سوگ فقط به معنای مرگ عزیز نیست. گاهی پایان یک رابطه، مهاجرت یا حتی از دست دادن شغل هم میتونه سوگ ایجاد کنه. هر بار که چیزی ارزشمند رو از دست میدیم، مغز وارد همین فرایند میشه. حالا بیایم ببینیم مغز در این لحظات چه واکنشی نشون میده و کدوم بخش‌ها بیشتر درگیر میشن. در عمق مغز، نزدیک مرکز، چیزی شبیه به دو بادام کوچک وجود داره. بهش میگیم آمیگدال. تصور کنید در مرکز یک شهر دو دکمه قرمز هشدار هست. هر وقت خطری حس بشه، این دکمه ها آژیر رو روشن میکنن. آمیگدال دقیقاً مثل همین زنگ خطره. وقتی عزیزی رو از دست میدیم، این زنگ مدام روشن میمونه. نتیجهش میشه احساس غم، اضطراب یا حتی خشم خیلی شدید. تصور کنید توی این شهر آژیر خطر مدام روشن باشه. حتی اگه تهدید واقعی هم وجود نداشته باشه، به خاطر مدام روشن موندن این آژیر، مردم مضطرب و بیقرار میشن. مغز هم در زمانی که سوگ رو تجربه میکنیم همین شکلیه. این همون دلیلیه که در روزهای اول تجربه سوگ کوچکترین چیزها میتونن اشکمون رو در بیارن. یک آهنگ، یک عکس یا حتی یک جمله ساده. چون آمیگدال بیش فعال شده و هیجانها رو بزرگتر از حالت عادی نشون میده. کنار آمیگدال چیزی شبیه به دو اسب دریایی کوچیک هست که بهش میگیم هیپوکامپ. هیپوکامپ مثل یک کتابخونه بزرگ درون مغزه. هر خاطره یک کتابه که هیپوکامپ مدام ورقش میزنه. توی سوگ این کتابخونه مدام قفسه ها و کتاب ها رو باز میکنه و عکس ها و لحظات مشترک رو جلوی چشممون میاره. برای همین خاطرات فرد از دست رفته بارها و بارها تکرار میشن. تصور کن نیمه شب بیدار میشی و ناگهان تصویر یک خاطره جلوی چشمته. این کار هیپوکامپه. مغز میخواد بفهمه چی شد، چرا شد و برای همین خاطرات رو دوباره و دوباره مرور میکنه. این مرور خاطرات هم دردناکه،
هم بخشی از فرایند طبیعی در جهت سازگاری. جلوی مغز، پشت پیشانی، همون جاییه که بهش میگیم قشر پیش پیشانی. مثل یک مدیر اجرایی یک شرکت یا همونطور که توی اپیزود اول بهش اشاره کردیم، مثل یک شهردار میمونه که پشت میز نشسته و تصمیم ها رو میگیره. وقتی خسته بشه، همه چیز بی‌نظم میشه. توی تجربه سوگ، این مدیر خسته میشه و نمیتونه خوب کار کنه. نتیجهش میشه این که تمرکز سخت میشه، کارهای روزمره سنگین‌تر به نظر میاد، جمله‌ای که خیلی ها میگن ذهنم کار نمیکنه. تصور کن یک شرکت مدیر اجرایی نداره. کارها پراکنده میشن، تصمیم‌ها عقب میافتن، همه چیز بی‌نظم میشه. دقیقاً وضعیتی که در سوگ تجربه میکنیم. به همین دلیل حتی کارهای خیلی ساده مثل خریدن نون یا جواب دادن به یک پیام میتونه سخت، خیلی سخت بشه. محور HPA بخش دیگه‌ای از مغزه که توی تجربه سوگ نقش داره و فعال میشه. این محور متشکل از 3 قسمته. هیپوتالاموس، بخشی در مغز که مرکز فرمان استرس، هیپوفیز، غده‌ای کوچیک زیر مغز که پیام‌ها رو به بدن منتقل میکنه، آدرنال، غده‌های کوچیکی بالای کلیه‌ها که هورمون‌هایی مثل کورتیزول رو ترشح میکنن. محور HPA یک خط ارتباطی بین مغز و بدن برای مدیریت استرسه. تصور کن یک سیستم تلفن اضطراری داری. هیپوتالاموس شماره گیری میکنه، هیپوفیز تماس رو وصل میکنه، آدرنال جواب میده و هورمون استرس رو آزاد میکنه. سوگ فقط توی مغز نیست. بدن هم واکنش نشون میده. وقتی که این سیستم روشن میشه، هورمون کورتیزول بالا میره. خواب به هم میریزه و انرژی کم میشه. به همین دلیل خیلی ها در دوران سوگ بیخوابی یا خستگی مزمن دارن. بدن در حالت آماده باش طولانی میمونه، انگار هر لحظه باید با یه تهدیدی مقابله کنه. این همون دلیلیه که بعضی از افراد میگن سوگ منو مریض کرد یا بعد از تجربه از دست دادن آدم سابق نشدم و مریض شدم. چون بدن واقعا تحت فشار شیمیایی و هورمونی قرار میگیره و چیزی نیست که توی کنترل فرد بشه. شبکه پیش‌فرض مغز نقش ذهن سرگردان رو توی تجربه سوگ داره. این شبکه مجموعه‌ای از نواحی پراکنده تو مغز مثل پیشانی، آهیانه و گیجگاهی، جاهایی که وقتی کاری مشخص انجام نمیدیم مثل حل مسئله یا تمرکز بیرونی که داریم میگردیم و دنبال راه حل هستیم فعال میشن. این شبکه مسئول خیال پردازی، مرور خاطرات، فکر کردن به آینده و گفتگوی درونی با خودمونه. توی سوگ این مجموعه بیش فعال میشه. به خاطر همین مدام به خاطرات برمیگردیم و آینده رو تاریک‌تر میبینیم. تصور کن یه رادیو مدام روی کانال خاطرات گیر کرده باشه. هر بار که روشنش کنی همون آهنگ قدیمی رو پخش میکنه. شبکه پیش‌فرض مغز در سوگم همین کارو میکنه. این همون دلیلیه که فرد سوگوار
مدام در ذهنش با فرد از دست رفته حرف میزنه یا آینده رو بی‌معنا میبینه. گاهی تغییراتی که در اثر سوگ ایجاد میشن توی ما تثبیت میشن و ما وارد سوگ طولانی یا سوگ پیچیده میشیم. یعنی زنگ خطر آمیگدال خاموش نمیشه. کتابخانه خاطرات هیپوکامپ مدام باز میشه و مدیر اجرایی مغز اوضاع رو نمیتونه کنترل کنه. اما بخش مثبت و خوب مغز اینه که مغز انعطاف پذیره. با گذر زمان، حمایت‌های اجتماعی و تمرینات ساده مثل نوشتن یا مدیتیشن دوباره به تعادل برمیگرده. این یعنی که سوگ یک بیماری نیست و اگه بخوایم میتونیم کمک کنیم به خودمون که به حالت تعادل برگردیم. در واقع سوگ یک مسیر طبیعی برای اینه که فرصت داشته باشیم که سازگار بشیم با شرایط جدید و با تغییرات پیش اومده بتونیم کنار بیایم. دوست عزیز شنونده، میدونم که ممکنه تجربه سوگ داشته باشی یا در حال حاضر این تجربه رو داری از سر میگذرونی. پیشنهاد من اینه که برای کمک به خودت یک خاطره از فرد، از عزیز یا از اتفاق از دست رفته رو بنویسی. نه برای اینکه فراموشش کنی، بلکه برای اینکه مغزت بتونه این خاطره رو پردازش کنه. تحقیقات نشون میده نوشتن و بیان احساسات فعالیت غیر پیش‌بینی رو تقویت میکنه. شدت هیجان‌های آمیگدال رو کم میکنه. این تمرین ساده میتونه به مغز کمک کنه از حالت آماده باش بیرون بیاد. توی جمع‌بندی این اپیزود با هم ببینیم چی یاد گرفتیم. سوگ فقط یک درد نیست. یک فرایند عصبیه که به ما کمک میکنه با فقدان کنار بیایم. مغز در این مسیر تلاش میکنه تا تعادل دوباره رو پیدا کنه. این همون راز سوگ در مغزه. جایی که علم و احساس به هم میرسن. شما شنونده اپیزود دوم از پادکست نوروفکت با موضوع سوگ بودید. من مونا هستم و امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون،